Tutun vergisini Ana özbek çıkıp nakı. Ki Çok iyi. من گفتم آنی خشکو مردک زدگین نتیجه خوب یا کسی میگه پرمینه اد بوی یعنی شد کشه و هر کدوم ادکاس مفتاح زنگش میزنه واسه اد بویش کنه گفت کی نیولی سابت درش Sabah kümüne kadar kafan depolmuyor. الله اعلم آری مردش با خاطر خود Yine durum var. نیاز یخت دادم میره Devam bir durum yok. Kime duruyor? لک زنه گوس پاندورا میک ایداتون مبارک دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم ایداتون مبارک دوستان مهربان ما چی بگم حرکت کردیم که یا بدریم یا چخ خوب است هم اتنجی ایداتون مبارک دوستان مهربان ایداتون مبارک خوب است اتنجی شلون دوری کوراکو همه خوب ایدو همه مبارک پگه نماز بچه های خیش انشاءالله ساعتی 6:00 در پراسپیک میر میشه پراسپیک میر خوب است اینجا نازه ایداتون مبارک دعاگو باشین نماز اید که پگه ساعت 6 قدم داد مسکوی پگه ساعت 6 سر میشه یعنی درسترش که بر وقتا بی دیگه تریتوری رو روش نمیدونم مسکو را اگر کدام اسماعیلسکی اولاس باشه خصوصا در صفوان و ساعتی 7:00 سر می‌نیم نماز انشاءالله آبا چه دام بگو ایلا که بزن که خودم تماشا بذاره چه تام چورشلی بگه سر نماز میام میخوام کانوش معقول شه زافت رو کسان جان بجدی تگده ببینید زبری ته سبو از به سینه سونکه ما بگیریم بچه‌ها خوبه همه تنجی گوسپان خری اومدیم گوسپان خری برای پگاه اید برادر با بوی نماز کی بخونیم نماز اید در پراسپیک میر ساعتی 7 اعلانش کردن 7 سحر ساعت 6 در پراسپیک میر در سمالینس در خصوصا سپونو ساعتی 7:00 هیچ سگ بچه چه کردن بانکار یکا بعد ایته گازنده نمیشه خب گذار گم خانم گذار. پیتر نمیدونم دوستان خدا دیگر جواب معلومات متاسفانه ندارم خدا آن حفظ کنه ما دکتر احمدلو تو پگاه شبانه نماز برادر عزیز لایک شپک دیلایت لایک شپک مال شبوش شکن بسم الله الرحمن الرحیم نماز کلام خب وقت دست تو کای بخونیم برادر عزیز نمیدونم هر یک چی میگن سنجر کم ما گوست بهت فکر چید هذه здесь для себя تو یه نای فیرشی در مسکو برادر عزیز ساعتی 6:00 نماز سر میشه یعنی درست ساعت 5 به 5:30 باب مترو اختم میبینید چند خب پرابلم های ما خودم خصوصا از در صفان آم انشالله پگاه ساعتی 7:00 میخونیم اینجا آخه من دیگه شهرها را ایجا میدونم نگاه کنید سمالینسک ای مسکو راز نیست پیتر یا که دیگر جون خدا آن حفظ کنه در این بگوی عید بیوی همدیگر بخشی کنیم همدیگر خفه نکنیم از برای خدا خرسندی کنیم بگوی عید قربان است که مسلمان ده عید داره در لوبلینو میشه پگاه لوبلینو نمیدونم دوستان خدا نمیدونم معلوماتی ندارم تماما راستش معلومات ندارم ای لوبلینو گوسفند брат сколько спросил это по поводу баран сколько хотел живой 330 230 дешевле живой вес 210 рубль живой вес ارزون живой вес 210 рубль همینجا میگیرن بچه‌ها میبرن میکشن ان شاء الله پگاه
برادر مهربان دیگه شهران من دیدم معلومات دارم یکی سمالینسک اوبلاست خصوصا سمالینسک خچه نمیدونم در این رایونی که ما صفانو من ویدیو کرده بودم ساعت 7:00 مسکو ساعت 6:00 ساعت چند اینجا میشه آدم باید سعید اومدی جو در گیجو در خدا نفسان کنه برادرها ساعت هم ریخ رفته است برای خوب کنی کدوم میدونم قربانی داره خوب نبود کدوم قربانی داره خوب کنی آخه که یکون اولی در که گوسفند چند چیز است که نمیشه پند نمیدونم دمی اکس رحمت الله сколько там у него на продаже было один Есть 3-4 штуки. 3-4 штук да прямо на если кто-то есть на город Сафонова есть барашки 3-4 штук живой вес 230 рублей можете приходить купить иншаллах покадеш жахана сегира намоз odam دو برای سعید و علی جان ساعت چند میشه برادران مهربان در شهر مسکو را فقط چیا میدونم در شهر مسکو نماز پراسپیک میره میدونم یعنی که نماز پراسپیک میر در مسجد پراسپیک میر ساعت 6:00 سر میکنن در صفانو و در سمالینسک اوبلاست ساعت 7:00 دیگر جا را نمیدونم اقلا این ویدیو سعید و علی جان ما چه بگم بیجامش سلامت باشی سعید و ولی جان سلامت باشی همونجا حاجی بابا جان 88 همه وقت سربلند باشی سلامت باشی بالاخره بابا جان خیلی شید همین آدمی کارشزدگی سوشید آدمی کارشزدگی برادرها در بلنیسه خواه در بلنیسه در حقیقتا خواه حق 6 کارچه داد یک شوخی ندارد و یا لزا یا جوتایی بریا سوغان 6 کارچه در نمی کتی بام زدگی بود نه پراسپیک میر پگان نماز از ساعت 6:00 میخونم برادر عدل اصلا نوش انشاءالله ساعت چند باشه برادران مهربان نماز عید هر جا هر شرشیر خدا ساعت 6 ساعت 7 یعنی ساعت 7 در سمالینسکی اوبلاست در صفونو ساعت 7 در چی метро اصلی سنجر брат вопрос мне пожалуйста я горный живу горный Авто, подожди, нам надо на горный. Бабаджана надо отвезти, я забыл. سلام علیکم برادران مهر خداوند ایدو همتان مبارکباد میگردونم از کدام چی میگن گوشه و کناری وطن باشی نومی وطن یعنی که هر رایون چیز نمیگیریم برای که باید ما دبیوت سکنیم حرکت کنیم که سانک پتربورگ 5 میشه میگن سانک پتربورگ 5 میشه فقط بگیم که تاجیک نه که تا ای غرمی ای فلان جایی ای خرغانی ای پامیری ای وانجی باید همین چیز ای محل گرایی دور کنیم نه مسجد مخم نیست برادران نماز هست برادران مهربان باید ما همین محل گرایی دور کنیم پیش یک قشلاق با یک قشلاق هم میرفتیم بخبری خر برای این لطت میکردن انا تای فلان قشلاقی یا تای فلان محله با هم خطیر باید ما همین یک تمشت شویم انشاءالله دعا کنید در این عید نمیدونم کدمیت به دکومنت برادرای عزیز من نمیدونم چی تون بگم نره نماز گناهگار شم بگم بره بخپن تو بادا بالا و اون خاطر اختیار داره برادرای عزیز احتیاط خیلی باشه بو میگه که نماز از پس امامی طاغوت پرست
درسته من اینجا میدم که طاغوت پرست ما طاغوت پرست من تریت پر نمیفهمم کاگاندایی کاگاندایی او چی در کار به همین یک کس رنجوندن خفه کردن گپی سخت چی در کار بیا گپی خوش بزنیم شیر خدا سلام سلام کار منوخی به خدا چی در کار دم عید تبریک کنیم همدیگر بخشی کنیم در عید قربان نمرای ما 937 733 93 93 برادر عزیز نمیتونم شیر گرزدن مورد الله خودشون در برم که وقتی نماز چون نمیدونید چین زنده باشه سلامت باشی عیداتون مبارک کراچی عیداتون مبارک عیداتون مبارک دوستان مهربان خداوند حفظتون کنه همه در تبریک کنی همه را مبارک گویی کنی هم دیگر بخشی کنی دل غجدی نکنی به خدای حیات کرایی چی نمیننه اون روز که در درنی خاک لحدی خنک میمونند بعد نگه کاش که گناه نمیکردم خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه ای برادر دنیا کرایی چی نداره ایدوی همان مبارک شوه ای دوستان مهربان ایدوی همان مبارک شوه ایدوی همان مبارک شوه Это 24 часа, что ли, брат? Магазин «Пятерочка». Эй, Дикси. 24 часа здесь, наверное, пятерочка точно не работает. Вот свет же горит. Я не знаю. Почему? Нет, это ж не... Вопрос, вообще-то вопрос задавал. Кроме пятерочки, трэш форума. Алиҷон шунависаки зинда боша хадам ҳастӣ иншаалло дилмон ба хвота али бесум Алиҷон шунависаки акаманда ҷои намоз падарка мекунин иншаалло биё мекунам Москва метро биёд далеко не пойдём не слишком вот здесь можно остановиться брат я виду здесь остановись брат баракаллах спасибо большое С праздником еще раз. Спокойной ночи, брат. Утром увидимся. Да, иншаллах. Стараемся, чтобы не спас. Баракалла еще раз. Давай, Санджар. Увидели, как... Акамай, бабаджан. А? Акамай. Не похож. Это как магазин нормально сделали? Вообще хорошо. Алхамдулилlah. Все еще делаем. Халат. Нет, сначала пусть они ремонтируют холодильник. Сейчас еще раз еще один холодильник будет. Еще фитобочка будет, иншаллах. Завтра дверь обещали. Иншаллах, все нормально будет. Сабр. Майла. Иншаллах. السلام علیکم دوستان عزیز خداوند حفظتون باشه مردمای غریب من وقتی که غریب میگم یعنی شخصانی دور از وطن پر نداره تو در جای دور از وطن در کدام گوشه کنار دنیای پروردگار سربلند باشه پروردگار همه وقت در خونه تو پربرکت و فیض و خوشحالی و چی میگن تبسم در لب فرزنداتون باشن همه وقت حرکت کنی که زن فرزند اهل بیت ختونن یک نه و حرکت کنی که فکری پدر مادر و وطن عزیز کنی خواهش میکنم میلیون بار که بیای دوست شین برادر شین بخدو کلی بنده خطا کرای آیا بابای آدم خطا نکرد برادر عزیز به خاطر خدا چی کامنتر من نمی‌نویسم پرونه دارم کامنتر می‌نویسی چی میکنی نمیکنی حرکت کنی که همدیگه را به خدا نرنجونه کرای هیچی نمینه دنیا من هم خش فهمیدم برای چی من این چیزا را بسیار میگم برای که من در یه هفته اگر درون نگم دسه مرده میبینم در یه هفته دسه مرده روی میبینیم تاجیکستان یا که بعضی‌هاش هم گور میکنیم یا که آواریا شیخ نمیدونم وقتی هر روزی که یک مرده را میبینی وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگفت که برای که عبرت بگیری به قبرستان برو یعنی برای که یک عبرت شود آتا بدون که وقتی که قبرستان میره عبرت میشه ما که هر روزه میبینیم یک مرده را چی میگم به هم خاطر میگم حرکتش کنی که دوستان مهربان
عبرتی هر یک انسان باید شود که میمری دین قطعی امروز میبینیم مرد دین قطعی امروز میبینیم مرد. خوب دوستان عزیز به هم خاطر حرکت کنید که دوست باشیم برادر باشیم فکر همدیگه را کنیم به خاطر خدا برادران مهربان خواهش میکنم. راستش در خونه هم تخم یا پفک نمیدونم به خدا. خدا برادران مهربان به پروردگار قسم میخورم در همین عید در همین عرفه عیدی چه قربان به پروردگارم باز قسم میخورم که دنیا کرایه چی نمینه والله قسم. من اون روز بگیم گرانیس قزاقستان رفته بودیم یک مادر گذشته شده بود قتل انگاری دیده نیدی او مادر پچق شدگی مثال میگیم او روزگی یک برادری که گذشتگی او روزگی یک برادری که آوار یک کردگی میگه اکنی انسان آوار میشه ماشین میجخش جزیره بود میشود بعد استاد سر شراس منی مقصد چشمش ساز میکنی بنیم نیشه میدوزی میبندی هر روز یک مرده میبینی هر روز یک تا میبینی یا که از طرف اوکراین میورن یا که مقصد که دیلت اهم دنیا خنک میشه. به حق خدا من ملا نیستم اما پرکتیکای حیات تجربه حیات ملاقات طلب نمیکنه یا شیخ ایشان بدنه فقط چی میکنه میآموزی میبینی که اینم دین جرات قطعی بود امروز صد مرد همین قدر در نظر دارم. بخشه من به هیچ منم به خدا پرای گناهم ای شما نیز همتون کی بگه بدین هاز در همه جا بنفسه کی بگه که من در همین حیات تازه را خطا نکردم نه 20 ساله 10 ساله 15 ساله 40 ساله 30 ساله زنی مردی فرنا کی بگه اینجا که خطا نکردم یا یه جای دروغ گفته یا زنا کرده یا دزدی کرده یا کسی غیبت کرده یا تهمت کرده یعنی که از نو جاهلی میشون. شیطان در وجود انسان بچونین سر میکنه نمیگه در او طرف قبا که بچه اینا تو همینجا نماز نخون اولی باعثه مثال میگیم نماز پیشینه وقتش میشه اول بچه جون اول باعثه میخونیم تا در گوشت اول تورات کنی زورد می همین وقتش میگذره خود میبینی قضا شد یا کی شما یا کی اسرا مثال میگم یا کی کسی میگه هم در دل بگوش خود نمیفهم که تو غیبت کردی یا خود میفهم که غیبت کردی غیبت کردن خیلی کاری بده یا تهمت. حضرت عمر میگه که از دنیا و زمین از همه وزمین ترین غیبت تهمت کردن به یک انسان تهمت کردن به خودم خاطر به شخصی که از هم کار درک نداره نمیدونه وقتی تهمت میکنی ببین چقدر میفهمه سخت دردناکه او درد هر کس هم پرش نمیتونه. علیکم و سلام و رحمت الله. شخصانی که اگر کلمه چی نگفتیم پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه و کل گناه ما را عفو سازه. پروردگار خودش بخشنده است. همه وقت حرکت کنیم که خداوند ما را چی میگن میگه حق بنده را حرکت کنی ببخشه غیبتش کرده دزدیدهش زدهش رنجوندهش پروردگار ببخشه بنده ببخشه که در قیامت بنده از ثواب طلب میکنه. خداوند مهربان نسبت بندهش خیلی بندهش دوست میداره بنده را میبخشه. او حالت وای بر حال ما و شما که اگر بنده های ما را نبخشند در قیامت از ثواب طلب کنه. در قیامت پدر و مادرت اهل بیتت قطورن یک ثوابت کد نمیرسه یک ثواب نمیرسه که تو در جهنم اگر هم ثواب بت یا دودرد یا اچت یا که چی میگن خواهرت تو داخل جنت نشه یک ثواب نمیتیند پدر این پسر میگیره همه میگیره خودتون میدونید به هم خاطر وای به حالت که بگم میگه پیش پروردگار این همین غیبت کرده بود تهمت کرده بود زده بودم یا رنجونده بودم دل مشکسته بود من میخوام همین حق همه بگیرم از ثواب همه از سری ثوابی تو میگیره در ثوابی وای میمونن او آدم داخل جنت نشه میره داخل دوزخ تا حوزه که گناه بود. انا که چی با هم خاطر برادرها سخن دروز نمیکنیم برای ریشو خبر کنی چی داری کنیم که برادر عزیز عیدی قربان است روزی خرسندی است بیایید خدمت خودوری خودتون میریم میخزیم با امداد اکورا میخونیم انشالله تیاری به عید سودا و خرید فروش بعد عید انشالله ما که در مترو لبنان در خدمتیم
کسی بو ایدی چی میگن پولی مسجد خورد باز با کدام آبرو امیر معروف میکنی این امیر محمد ظاهر شمسو خای مال چی بگم در عید خداوند ما را هدایت کنه ما هم شما را عید مبارک عید شما رو با برادر هر چی نگه التماس یگان کسی چی نگه عید هم مبارک شوه در افیر برای وای نیستم که یک کسی غیبت کنه پس بلند بزنیم خوش به حال تو مردمی سربلند تاجیکستان ما که به زبان مادری سخن داریم به زبان مادری تاجیکی مسلمانیم الحمدلله پروردگار خودش هزار یک نام داره و هزار یک چی میگن زبان آفریده که به هر لحظ هم دیگه میفهمیم حتی پروردگار زبان گنگ کر کور میشنوه ای مورچه را میشنوه ای پشه را میشنوه ای اسب و همه را میفهمه و اون خاطر خالق است که بخشنده دعا میکنیم در ساعت یک شب که پروردگار کل گناه ما رو بخشه کل گناه ما رو بخشه حرکت میکنیم که کسی را خفه کنیم به خاطر خدا ببخشیم و ما را شما رو بخشیم السلام علیکم و رحمت الله فقط من در مسجد صفون و بیای بچه هم جا صحبت میکنیم انشاءالله خدا حفظ نکنه السلام علیکم نرخ گوسپند برادرها در همین صفون و این 3-4 تا که رحمت الله در فروش داشت در صفون و اسمالینسکی اوبلاست 230 روبل کیلوی جیوای ویسش کدمی دمی تریتوری بیایی پرسپیگ میره مخم نکردیم برادر ساعت 6 در پرسپیگ میره نماز انشاءالله ایداتون مبارک برادر میبی خداوند همه ما را هدایت کنه خداوند همه ما را هدایت کنه خداوند همه ما را هدایت کنه یک چی میگن هر شب ز خودت بپرس اگر تو مردی امروز چه خدمتی به مردم کردی مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده چی میگن بگیری مردی یا که میگن چراغ ظلم ظالم تا دم محشر میسوزد اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمیسوزد و یک چیز دیگه میگم که همین پیش رحمتی بابی و بیو میگفتن که بین زن و شو ندارو میگفتن چوا میگفتن که یک مردک بوده یک کمجکش نقل کنم با بدرم یک مردک بوده همین خوارش گیری کده اومده اکجان امی شوهرم زدم رفته زده یازنش تیت پیت کرده سر دهانش که خواری من زدی فرزند پدری من جگربند من بعد یک 3 روز گذشته که یا با اون زی خونه شو گذشته که زی خونه یازنش که دخچوقی همون یازنش اپاش همون جوی زدگی اکش همون زنک مولیده سوده ثوابه داره ای دستکای اکم بشکنن گفته ای خوب در سرش نخاطر بشنه بعد وای سرش قبضه دور شده با گفته که مباین زن شونه شای نداره که وای میشن زن شو تو میشه کلی شمرو انا شما را یک میگم که اکا همه بلاگرها در نظر ندارم یعنی که یک کس من یک کس اتوید میتیم یا که یک کسی مرا اتوید میته یا غیبت کنی میکنه در اکرانو از پس یک کس دشنام نکنه شما خودتون گناهکار میشه یعنی که بین زن شو بلاگرو نداره یا میشم با جوره پگرز خیر برادر ما هم دیگر بخش کردیم این خاین برادر ما بخشش نمو بخشیدیم ما هم دیگر بخشیدیم اتا ای روی وای شیده و غیبت کرد تو شیده نگو خط شمرو کاری با یا بلاگرش بین زن شو بلاگرو نداره برادر این گپی منو با جان داره خدا نیستم کنه بعضی بلاگرها میدونن که پس اکران اول مصلحت میکنن بعد برای خیب شده دشمن کنه میگن که فکری نه زن فرزند شما میگن که اوج زن فرزندش هم دشمن میگن پدر مادر که یک لقمه اونش نده و هم دشمن میکنن فهمیدی چی گویم که نگفتنم بهتر است سخن در زبان در دهان پاسبانی زبان در دهان پاسبانی سر است ایدای حمد مبارک خداوند نیستم کنه مردمی سربلندم مردمی بننگ من آمستم حرکت کنی کسی پدر مادر تا زنگ نزده زنگ بزن تبریک انشالله خب ما نماز را در سمالینسکی اوبلاست گورود صفونا میخوانیم انشالله علیک تو سلام خدمت سلام تعلیق نکنیم من شاعر نیستم پروست و تجربه روزگار بهره بگی که میگن کم کم مکته بعد چی میشه خوبت میکنه همین آهن ای زدن میزنن بعد میشه شمشیر
آدم در حیات میغلطه، میفته، میبرویه. فقط باید چیل داشته باشی. چیل یعنی مقصد. مقصد که نداشته باشی درو شکست میخوری. مقصد که داشته باشی میغلطی، میخیزی، بعد به جات انشالله میرسی. هم خاطر این چی میگن کوسچه که میبینی ای خونم با یا برادر اوقات برده بودن. بونگی کوسچه چی داده است. برادرها اگر من در مسکو انشالله بعد عید در مسکو در مترو لوبلینا میشم خدمت واخری بیام جا صحبت کنیم. خدمت اسمالینسک اوبلاست در این تریتوریا پگاه در مسجد صفوان هم بیام انشالله صحبت کنیم. در مسکو در کدام چیت نماز رو میخوانند؟ مسکو بسیار جا میخوانند اما دیگر جاش نمیدونم. میدونم که در همین مسجد صفوان در پرسپکت انشالله ساعت 6 نماز. سلامت باشه برادر تویر اسای انشالله برادر خداوند حفظتون کنه. خداوند حفظتون کنه. برادرای تمام گوشه و کنار ایرکوتسک که کدام جای باشه نباشه پروردگار سربلند باشه. خداوند حفظتون کنه. خودتون احتیاط کنید. او بچه کارزگدایی که در اون بالنسه او حالش وزمینه. عیدتون مبارک برادر عزیز. خداوند حفظتون کنه. در سنت پترزبورگ ساعت 5 میگنه که در کدام متروش نمیدونم. عیدتون مبارک جناب شیرین. من برام عید میکارم شام. سلام علیکم زمزم عمره. برادر این زمزم عمره درمت خیلی فراموش کنم چی بوده کارچه زدن. سبب شه برادر عزیز اگر اجازت بتیا روزای نزدیک یا ویدیوش میکنم. یعنی که سبب اویلاویای یعنی که همدیگر هم میشناختن کارچه شب کردن. اجازت بتیم با ویدیو میکنم میگم. ما یکم ایول انشالله یکم ایول بعد عید ویدیو میکنیم. نرخ نوای حج عمره ما میگیم انشالله برای روان کردن برای حج عمره در ماه اوگوست انشالله. ما فرضی هیچگاه نبردیم نمیبریم با فرضی کار نداریم. برای رقمای حج عمره رفتن این 915 442 1673 زمزم عمره نویسه شده کو با کبود نویسه یا مشفی زمزم عمره به همه نویسه انشالله. جمشید ایرکوتسک خیلی میشه نمیدونم. الله نگهبان باشه سلامت باشه. عیدتون مبارک دوستان عزیز. رشت به پیش تاجیکستان به پیش نگهدار باشه. در مسکو پگاه نماز میشه برادر ساعت 6:00 پرسپکت میر $1600 اینا بچه نرخنامه برمد اکا مبارک شوه انشالله بعد عید ویدیو میبره $1600 بچه این 15 روزه چند روزه زمزم عمره همجا پره بنویس که حج عمره فلان چیسلا یعنی که فلان چیسلا ای فلان چیسلا و فلان چیسلا درسترش نرخنامه همین $1600 تمام پول نی 0600 در ایدو شمارم مبارک شوه در پرسپکت میر 600 زمزم عمره نویسه مقدمه در مسکو $8400 20 روز. اینا با سامسونگ کسی با $1400 نویسه ها کانکورنت ها میبرن. نماز اید پگاه پیتر در ساعت 5 نماز ماشاءالله ناز خوش با تو خدمانه و اید قربان مبارک باد سلامت باشه. بچه بابا جان را کمی درس عقیده خوان تا که از دین الله با پرگی با خبر شوی گشته گمراه. یک ابو دجوایریا برادر عزیز یعنی که من سلام علیکم یکمش متاسفم که از دین متاسفم که دوره جنگ جنجال 91 90 چند همون سال جنگ جنجال بود. در حالتی که باید ما درسی علم میگرفتیم اسلام آموختیم نبود گشنه و تشنه پدر مادر ایدم یلق منون بدن با ما خودم متاسفانه اسلام با خبر نیستیم. اما یک چیز میدونم که رحمتی بابی مولا رم نبود اما هم نماز میخوند 5 وقت نماز میخوندن ما را میخونیم انشالله. متاسفانه که او قدر بقوت نیست علم حرکت میکنم که هم قشمن میفهمم اسلام غیبت نمیکنم
وقتی که رحمتی خسر گذشته شه خدا رحمت مغفرت کنه گفتم متاسفانه من قاری نشدم شیخ نشدم ملا نشدم گفت بچم اهل تقوا باش گفتم اهل تقوا شی و اهل تقوا شم نمیدونستم اینم جواب هم برادر گفت که حق مردم نخو دزدی نکو غیبت نکو پرهیزگار باش زنا نکو سرت خم نماز اخت 5 وقت بخون برا بیو این همین اهل تقوا میشه بچم متاسفانه که عقیده و این چیزا میگه یا که شاید شما تغری بگی یا شاید به هم ملاها و شیخا تعلق داشته باشن که وقتی امری معروف میکنن شاید یک جای خطا کنه به اون خاطر بخشش ای روت سیاه خیانتکار لعین اوه بچه این قدش نام کرده ای روت سیاه خیانتکار لعین به شرفی حق مچیده خوردی لعین تو غیبت نمیکنی حق مچیده خوردی کو انا شهرت سفر زاده برادر مهربان اگر مسلمان باشی مرد باشی بیا از پیش صحبت کنیم سه که پس اکران بالا اکران است خداوند همه ما رو برای رسیدگی کنه اگر که در حقیقت هم بخواهی برادر من باشی برای چی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که مسلمان برادری مسلمانه به اون خاطر برادر من باشی خطا برادر من بشماری مسلمان بشماری بیا از پیش صحبت کنیم بعد شاید وقت عقیدت گفتیم برادر کسی بولد بک عقیدت علش کنی ایدو حمد مبارک شوه پگا نماز در مسکو در پرسپنگ میر ساعتی 6:00 عید مبارک با کلی مردمی تاجیکستان ماشاءالله انا مسجد خوردگی این گپ دیگه بهانه نمیشن آزی فرصتی درس گیری خیلی آسان از باید اصلی دین فهمی خوب انشالله برادر حرکت میکنم حرکت کرده استوده ایم اگه معنی نداره که من اوجه خوندم بیا در روی اکران بگم برای که مردم سالها و سالها و سالها میخوندن که بچه کنن براین فتفا بتین یک گپ زنم متاسفانه باز یک کلمه را یک جو میشنوم میبینی در روی اکران گپ زده فتوا داده است انم خیر خواهی گپی بسیار گپ یک خراب بود خدا یوستان کنه السلام علیکم زمزمم راش از زنگ میزنم ان شاء الله السلام علیکم بونگان السلام علیکم بابا لنگری خوب هستی تنجی خواب نداری راستش خواب دارم اومدم پشت در محکمه مگرم اکاز برام ایفیر چی کنم خواب کنم خش بال که بابا جان میکی خورد میکی پگاه نماز اید هست خواب خوش سلام علیکم اکا جواب تین خواب دارم خواب دارم السلام علیکم بعدا گام میزنیم